کنارم تو ندارم عاشق چشمای بدونم منم دردك جيبوا نشندا لكن نشندا فتا لكنا لكن نشندا فتا لكنا کمپانی های مشل با مبلغ 77,770 دلار امریکایی معادل به 5 میلیون و 3 لک و 96 هزار و معادل به کلدار پاکستانی که ما اینجا پیسر ریسیف میشیم یا میگیریم به 22 میلیون کلدار پاکستانی و انشالله همیشه که تون هستم، همیشه همراهتان میباشم. این کمک اولم است، انشالله کمک دومم در راسته بخیر میاد چند وقته و امیدوار هستم که پیسه ناچیز یک کمک لبخند به لبای هموطنان میبره. آفرین والا بیشکت آفرینت. خدا کنه چیزایی که گفتی حقیقت داشته باشه و وعده هایی که کردی با وعدت عمل بکنی. و این آدم نامش فیصل مشعل است. دقیق در موردش معلومات ندارم، اما در چند روزهای اخیر میبینم که خیلی از هموطنان ما، خیلی از وطندارای ما بالای این آدم ویدیو بالا میکنه و همیشه سرش انتقاد میگیره. اما این ویدیویش که من دیدم واقعا این ویدیوش حال مرا خوشتر ساخت، بخاطر که همچون جوانای داریم هستن که میتونن به هموطنان ما کمک بکنن و در کنارشان استاد باشه. اما اینجا دیگه نشد. برادر عزیز، جوان هستی، تشویقت میکنم از این کارا دست بکش. این کارا فایده نداره. اونو کار دیگه که کمک به هموطنایت میکنی اونو فایده داره، اونو کارت آینده داره، از اونو کار انجام بدی. ای که سالار برای خود دیگه را بکشی، موتر لنکروزر زریت برای خود دیگه را بکشی و همچنان بادیگارد بازی تا برای خود دیگه را بکشی، هیچ فایده ای نداره و میشه که از این طریق بسیار شناخته هم شوی، کمکتان برای مردم برسه و مردم هم دوستت داشته باشه و در قلب همگی جای هم داشته باشی. این پاکستانی که ما اینجا پیسر ریسیف میشیم